با عرض سلام و خیر مقدم خدمت مهمانان عزیز. قبل از که برنامه رو شروع کنیم خواهش میکنم اگر ممکنه این تلفن‌های همراهتون یک نگاهی بندازین، اگر بتونین خاموش کنین یا رو سایلنت بذارین ممنون میشم. عرضم به حضور شما امروز موضوع سخنرانی تفاوت بین شنیدن و گوش دادن بحثی در رابطه با مدیریت با آقای فرشید مقیمی خواهد بود. قبل از این برنامه رو شروع کنیم من یه مقداری یه مختصر آشنایی و اطلاعاتی در رابطه با آقای فرشید مقیمی خدمت دوستان ارائه میدم. آقای فرشید مقیمی متولد سال 1326 در تهران. تحصیلات ابتداییشون تو تهران و به شهر مازندران به ثمر رسوندن. تحصیلات متوسطه و دبیرستانی رو در شهر مازندران به اتمام رسوندن. در دانشگاه تبریز لیسانس فیزیکشون رو اونجا گرفتن و لیسانس و مهندسی برقشون در تگزاس در NI یونیورسیتی کسب کردن. آقای فرشید مقیمی فوق لیسانس مهندسی ارتباطات از واشنگتن دی سی، جورج واشنگتن یونیورسیتی و دکترای تعلیم و تربیت یا PhD in Education، رهبری سازمانی و در رابطه با سوابق کاری آقای فرشید مقیمی عرض کنم ایشون دبیر فیزیک در دبیرستان‌های تهران، مهندسی ارشد مخابرات شرکت مخابرات ایران و Technical Aids Concept Satellite Communications Technical Staff Intelsat Operation Engineer Intelsat Senior Engineer Concept RSI ایشون CEO Computer Clinic Institution و تمام وقت ایشون استاد دانشگاه اسرایر بودم و حتی پارت هم در اونجا اشغال داشتم به اصطلاح پروفسور و تدریس میکردم. اگر بخوایم در رابطه با فعالیت‌های اجتماعی و سیاسیشون من یادآوری کنم، آقای فرشید مقیمی عضو کنفدراسیون دانشجویان آمریکا، زندانی سیاسی حکومت محمد رضا شاه پهلوی بودند، عضو رهبری نشریه عدالت در تهران، عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران از سال 1985 و عضو هیئت مدیره کانون برای 5 دوره اینجا بودن و همکنون هم عضو اتحاد چریکرانیان واشنگتن. تا اونجا که من اطلاع دارم ما باید قبل از ساعت 10 اینجا رو تموم کنیم، بسیار تعطیل کنیم و حدوداً ما تقریباً 2 ساعت تو 5 دقیقه فرصت داریم. من فکر میکنم آقای فرشید مقیمی حدود شاید 1 ساعت بحثشون طولانی بشه. بعد از ما چند دقیقه استراحت میگیریم، یک بریک میگیریم و بعد دوستان تشریف بیارن جلو، اسمشون بنویسن واسه نظر، سوال و خواهش میکنم نظر و سوالی که داریم در رابطه با بحث امشب باشه لطفا.
بیشتر از این وقت شما نمیگیرم، چون متاسفانه وقت تنگ است و صحبت زیاد. از آقای پشین مقیمی خواهش میکنم سخنرانیشون رو شروع کنم. بفرمایید. سلام عرض میکنم با تشکر از کمیته سخنرانی کانون و مسئول کمیته آقای عباسی که موافقت کردن با این سخنرانی. بحث امشبم رو آغاز میکنم. به این بحث من در یکی از کتاب‌های مدیریت که سورساش اینجا هست برخورد کردم و فکر کردم این بحث به درد کانون میخوره و در یه قسمت انتهایی میگم که چه رابطه‌ای داره و چرا به هر حال به درد کانون میخوره. انگلیسیش همون هست hearing versus listening. در واقع یکی از بحثایی که توی مدیریت انجام میده. تفاوت بین شنیدن و گوش کردن یا گوش دادن، من به دیکشنری نگاه کردم که هر دو اصطلاح رو در زبان فارسی استفاده میکنم، هم گوش کردن هم گوش دادن. ما شنیدن داریم، گوش کردن داریم و بعد چه عوامل اساسی وجود داره برای این پروسه. در مجموع گوش کردن یه پروسه پیچیده هستش. همونجور که میبینید شنیدن یک پروسه بیولوژیکیه که امواج صدا به قسمت درونی گوش برخورد میکنه و ارتعاشات ایجاد میکنه که مغز اونها رو تبدیل میکنه به مفهوم در ذهن ما. گوش کردن به معنای تجزیه و تحلیل پیام‌هایی که به مغز میرسه. گوش کردن میتونه شامل تحلیل باشه، ارزیابی باشه، قضاوت باشه بر مبنای توانایی‌های فردی. گوش کردن میتونه رابطه داشته باشه با زمینه‌های فکری آدم‌ها، تحصیلات، ارزش‌ها، باورها و فاکتورهای دیگه‌ای که موجود هست در این پروسه گوش دادن. در ضمن گوش کردن به حالتهای روانی هم بستگی داره. سلامت جسمی، حالتهای احساسی، قضاوت در مورد سخنران و ساعتهای روز همه بستگی داره. بنابراین همونجوری که می‌بینید گوش کردن یه پروسه خیلی طولانی‌تر و پیچیده‌تریه از فقط شنیدن به مفهومی که اول تجزیه و تحلیل کردیم. من همسرم که آمریکاییه پرسید صحبت چیه امروز توی کانون؟ گفتم listening versus hearing or hearing versus listening. گفت آره تو خودت هم احتیاج به تمرین داری تو این زمینه. حالا من فکر می‌کنم همه ما احتیاج به تمرین داریم تو این زمینه. گوش کردن یک فاکتور اساسی هست در ایجاد ارتباطات مؤثر. دانشی که ما داریم از پروسه گوش کردن و مهارتی که داشته باشیم در اداره این عوامل پیچیده خیلی اهمیت داره. گوش کردن مؤثر نیاز داره به کوشش و تمرکز. بدون کوشش و تمرکز گوش کردن میشه شنیدن. حالا من نمونه های متفاوتش رو اینجا میدم. باید تلاش کرد که شنید و بعد تحلیل کرد، ارزیابی کرد، پیام رو حذف کرد
و این پیام رو گرفت. این پیام هم به صورت کلمات که گفته میشه، هم به صورت آمریکایی‌ها میگن body gesture، حرکات دست، بدن، تون صدا، بالا رفتن پایین، محیطی که دور برش هست، همه اینها در مجموع جزء پروسه پیچیده گوش کردن. گوش کردن یه پروسه پیچیده است. اگه ما بخوایم 4 مرحله رو در نظر بگیریم، 4 مرحله شنیدن، در مرحله اول توجه کردن، کسانی که توجه میکنن به یه صحبتی، گفتگویی. بعد مسئله بعد درک کردنه. توجه کردن خالی کافی نیست، باید درک کرد مثلا. و بعد پاسخ دادنه، یعنی درک اون چیزایی رو که کردی و پاسخ دادن. و بعد به خاطر سپردن، چه چیزایی رو باید به خاطر سپرد از یک بحث. مثلا امشب ما اومدیم اینجا و یه حال 4 ساعت 5 ساعت از وقت زندگیمون رو اینجا میگذرونیم. بالاخره در مجموع آخر شب که از اینجا رفتیم، به غیر از سوشال اکتیویتی که داشتیم، همدیگر رو دیدیم و خوشحال شدیم، چی بردیم با خودمون؟ چی به خاطرمون سپرد؟ چی این پدیده رو به اصطلاح برای ما یونیک میکنه که مثلا نرفتیم مثلا چه میدونم مثلا دانسینگ، البته دانسینگ هم خوبه بریم، ولی این پدیده با اون پدیده تفاوتش چیه؟ چه تفاوتی داره؟ خب اولین مرحله توجه کردن. در این مرحله است که آدم‌ها از شنیدن به گوش کردن میرسن. یعنی این مرحله رو میذارن پشت سر. در این مرحله شروع میکنن در ابتدا پیام سخنگو یا پیام کسی رو که دارن باهاش صحبت میکنن بگیرن. در ضمن اینم اشاره کنم که منظور من از گوش کردن لزوما این نیست که توی جلسه رسمی بشینیم و یه نفر صحبت کنه بقیه گوش کنه. حتی صحبت بین 2 نفر که ما دوستانه داریم با 2 نفر با هم صحبت میکنیم، این هم بسیار شامل این پروسه هست. پروسه بسیار پیچیده هست. مرحله بعد درک کردن مفهوم هستش. این مرحله آدم ها تلاش میکنن که کلمات و حرکت رو به درک سخنان گوینده برسن که این چی میخواد بگه. تو این مرحله است، تو مرحله دوم درک کردنه که ما ارتباط خودمون رو با مبحث مورد بحث بررسی میکنیم و تو ذهنمون یه سری سوال ایجاد میشه. این دومین مرحله است. و اگر قسمت‌های مبهم هست، خواهان این میشیم که این قسمت‌های مبهم روشن بشه. در مرحله دوم درک کردن ما یک قدم به جلو رفتیم و از شنیدن گذشتیم و مفاهیم رو داریم میگیریم، سوال‌ها رو تو ذهنمون داریم مطرح میکنیم، نکاتی رو که فهمیدیم میگیریم، در این حال نکات مبهم هم تو ذهن ما سوال ایجاد میکنه. سومین مرحله پاسخ دادن. اگر از اون 2 مرحله گذشتیم، حالا اگه صحبت 2 نفره هست، میخوایم پاسخ بدیم. خب این مرحله تبادل بین گوینده است و گوش دهنده. ما توی فارسی اصطلاح شنونده رو به کار میبریم، ولی چون مسئله شنیدن و گوش دادنه، من به جای شنونده کلمه گوش دهنده رو گذاشتم بشه، چون شنونده باز همون به مفهوم ساده‌ای که فقط میشنوه. پس مرحله تبادل اینجا شروع میشه، تبادل بین گوینده و گوش دهنده شروع میشه. این مرحله میتونه منجر بشه به درک بهتر
یا ابهام بیشتر. به طور مثال توی کانون ما نمونهش رو زیاد داریم دیگه، صحبت میشه، صحبت تموم میشه، یکی از دوستان میاد پای میکروفون و میگه که نفهمیدم من شما اصلا چی گفتیم از اولش، که اصلا من متوجه نشدم که چی گفتیم. یا یکی دیگه میاد یه سوال میکنه میگه این قسمت چه فهمیدم اون قسمت چه نفهمیدم. بسته به این که چه جوابی طرف میده میتونه یک پدیده رو روشن بکنه یا ابهام بیشتری ایجاد بکنه، یعنی تاریکی بیشتری ایجاد کنه با پاسخی که به اون سوال میده. خب چهارمین مرحله به خاطر سپردن. چه چیزی رو ما به خاطر میسپاریم؟ به طور معمول ما تنها بخش کوچیکی از اون چیزایی رو که میشنویم به خاطر میسپاریم. آمارهای مختلفی وجود داره، بستگی گفتم باز بستگی به فرد داره، بستگی به موقعیت داره، بستگی به حالتهای روانی داره، حالتهای جسمی داره، به خیلی از فاکتورها بستگی داره. ولی به طور معمول میگن آدم‌های متوسط ممکنه 5 تا 10% اون چیزی رو که میشنون به خاطر بسپارن. از یاد میبرن، خیلی ساده. خب یکی ممکنه مثلا بیشتر 20% رو به خاطر ببره، یکی ممکنه 10%، یکی 5%، ولی تو همین حدوده، بیشتر از این نیست. خب در این مرحله هست که احتیاج به تمرکز خاص داره. در این مرحله است که به طور مثال ما باید اگر میخوایم چیزی رو به خاطر بسپاریم یا چیزی رو به خاطرمون بیاریم باید به نوت هامون رجوع کنیم. اگر نوتی نوشتیم در اون بحث خاص باید به ویدیوها نگاه کنیم، ویدیوهایی که گرفته میشه یا صدایی که ضبط میشه، باید به اونا رجوع کنیم و ببینیم که چه گفته شده در اون بحث خاص و چی بوده و پیام رو بگیریم و 2 مرتبه به قول معروف ریفرش کنیم خودمون، یاد بگیریم از این پیام. به طور مثال من مثال میزنم از دوستانی که خیلی سابقه زیادی دارن در کانون و فراغون بودن، مثلا از فرامرز بحث 8 نوامبر 2004 کانون چی بود فرامرز؟ 2004 گوش نکرد. هوای بین روی و توجه نشد. هوای بین روی و مرگ. خب این به طور طبیعی هیچکی به خاطرش نمیاد این بحث. آره من به نوت هم رجوع کردم، به نوت دفترم رجوع کردم ببینم بحث نوامبر 8 2004 کی اینجا بحث کرده و بحثش چی بود. نوامبر 2004 توی کانون 8 نوامبر 2004 آقای دکتر کاظمی موسوی اینجا صحبت کرده و بحثش بوده درک حقوق بشر در اسلام. نکاتی که به هر حال جالب بود از صحبت‌های ایشون به بحث ایشون که من به یادداشت‌ها رجوع کردم، مقایسه حقوق فردی آدم‌ها در اسلام و حقوق طبیعی یا حقوق بشر جدید بود تو این زمینه که خب جالب بود برای رجوع کردن به یه بحثی که تقریباً 10 سال پیش انجام شده، یعنی 9 سال پیش تو همین تقریباً 8 نوامبر، امروز 18 نوامبر، 9 سال پیش همچین بحثی انجام شده. یه منظورم این که هیچکی به خاطر نمیاره اینو، بنابراین باید به نوت ها رجوع کرد، به نوشته ها رجوع کرد و به هر حال یادآوری کرد. خب از غلام میپرسم 2 فوریه 2009 ما چه بحثی کردیم تو کانون؟ حرف بود، تعطیل بود. خب به طور طبیعی کسی به خاطر نمیاره، ولی باز باید به اصطلاح مدارک موجود رجوع کرد و دید چیه. این مدارک موجود گفتم ویدیو هاست، نوت هاست، غیره. 2 فوریه 2009
شبی با پرویز قلیچخانی. پرویز قلیچخانی اینجا بود و داشت در مورد مروری کوتاه بر کشتار دگراندیشان در ایران صحبت می‌کرد و صحبت از انوشیروان دادگر کرد که مثلا عامل اصلی کشتار مزدکیان بود و صحبت از جنبش مشروطیه کرد که جنبش مشروطه جنبش آغاز جنبش تحمل دگراندیشان بود. خب من وقتی به بحث 2009 رجوع میکنم و به بحث آقای قلیچخانی، این دوتا نکته برای من جالبه که تو خاطر من بمونه که از بحث آقای قلیچخانی در اون روز مسئله انوشیروان دادگر و جنبش مشروطه، این دو نکته رو من دوست دارم به خاطر بسپارم، حالا نه همه این جزئیات واقعا. خب این قسمت مثلا این بخش این صحبت اینجاست و همینطور اگر رجوع کنیم به هر حال به بحث‌های مختلف، منظورم اینه که زمینه این بحث‌ها همیشه یه نکاتیه که ما باید اگه میتونیم به خاطر بسپاریم. 26 سپتامبر 2005 آقای اعظمی لابد به خاطر میاره چه گذشته 2005 ببخشید آقای ترشیزی بود در اون موقع، آقای ترشیزی 2005 به خاطر منم به خاطرم نمیومد، رفتم به نوتم. دکتر احمد کریمی حکاک اینجا صحبت کرد در رابطه با روندهای جدید در ادبیات فارسی و شعر نو رو گفت از نیما آغاز شد، آغاز نشد از نیما بلکه نیما اون رو به اوج رسوند. فضل الله آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، روشنفکران قرن 19 و دهخدا در دوران مشروطه در واقع آغازگران شعر نو بودن. خب از بحث آقای احمد کریمی حکاک همین نکته برای من کافیه که این به خاطر من بمونه. این نکته از بحث 1 ساعت و نیمه. حالا هدف از این مثال ها این بود که مرحله شنیدن، مرحله 4مین مرحله شنیدن، پاسخ به خاطر سپردن بخشی از این مسائله، نه همش لازم نیست همش و امکان هم نداره، ولی بخشی که در واقع بگیم ارزیابی ماست از این جلسه امشب. حداقل من در این جلسه 4 ساعت 5 ساعت وقتم گذروندم، یه نکته ای رو به هر حال با خودم به ارمغان بردم. در جهت گوش کردن مؤثر موانع خیلی زیادی وجود داره، موانع متعددی هست که باعث میشه ما گوش کردن مؤثر انجام ندیم. به طور مثال گوش دهنده اغلب درگیر حرکات گوش دادن کاذب. یعنی چی گوش دادن کاذب؟ میتونه آگاهانه باشه یا ناآگاهانه. گوش دادن کاذب به این معنی است که طرف نشون میده داره میشنوه، داره گوش میده، ولی حواسش جای دیگه ای ممکنه باشه. همه ما داره این شرایط بودیم، یعنی این ویژگی هیچ فردی نیست، همه ما این جریان رو میدونیم. گوش کردن کاذب باعث میشه که پیام سخنگو رو نگیره، پیام گفتار رو نگیره. یه نوع گوش دهنده تصنعی ما داریم. گوش دهنده تصنعی گوش دهنده‌ای که تظاهر به گوش دادن میکنه، گاهی سرشو تکون میده، گاهی لبخند میزنه در مواقع خیلی مشخص و خاص، ولی در حقیقت حواسش جای دیگه است. حواسش به بحث نیست، به بحث محیط نیست، حواسش جای دیگه بود. گوش دهنده انتخابی داریم. گوش دهنده انتخابی نکاتی رو که دلش میخواد میشنوه، فقط تمام پیام سخن رو نمیشنوه، فقط اون بخشی رو که خودش دوست داره بشنوه میشنوه، بقیهش رو کاملا بلاک میکنه از نظر مثلا فکری. گوش دهنده ایزوله داریم. گوش دهنده ایزوله گوش دهنده‌ای که احساس میکنه که پیام سخنگو ربطی نداره، اهمیتی نداره، ارزش وقتش هم نداره.
مثالشو من تو کانون هم دیدم که دوستانی مثلا اومدن گفتن که ما اصلا این صحبت من نمیخواستم بیام، میدونستم که مثلا صحبت فلانی به درد نمیخوره، ولی باز اومدم دیگه. سوال من این بود خب چرا اومدید؟ 4 ساعت 5 ساعت وقت میتونست یه کار خیلی مثبت‌تری انجام بده. اگه واقعا کسی یعنی سخنرانی جلب توجه رو نمیکنه یا موضوعش مورد علاقت نیست، لزومی نداره بیاد. یعنی لزومی نیست که آدم همیشه بیاد، ولی نتونه یک گوش دهنده خوب باشه. این فرد احساس میکنه سخنگو یا مکالمه به طور کلی خسته کننده است، آزاردهنده است و فایده‌ای نداره. این یک نوع گوش دهنده است. این گوش دهنده به طور معمول بخش بسیار کوچیکی رو که شنیده به خاطر میگیره. ما به طور معمول میگیم که بین 5 تا 10% رو آدم‌ها به خاطر میارن. حالا اگر کسی باشه که از سخنران خوشش نیاد، از قیافه مثلا بنده خوشش نیاد، لباس من خوشش نیاد، بگه بابا این چرا کراوات نزد مثلا امروز اومد اینجا، یا مثلا لحن صحبتش رو اینطوری بود، دیگه اون 5% هم نمیگیره، اون میگه مثلا 2% 1% از سخنرانی باشه. گوش دهنده غیر حساس داریم. این گوش دهنده نمیتونه مفهومی برای سخنان گوینده پیدا بکنه. تمام حرکات ماورای کلمات و محیط اطراف رو که میتونن به رسوندن مفهوم کمک کنن نادیده میگیره. گفتم اینجا ما میگیم بادی جسچر. بادی جسچر حرکات دست، حرکات بدن، تون صدا، بالا پایین رفتن، محیطی که ما اینجا نشستیم داریم بحث میکنیم، اینا همش جزئی از اون مجموعه به اصطلاح سخن یا گفتگو هستش. کسی فقط رو کلمات صحبت کنه، محیط رو نادیده بگیره، جسچرها رو نادیده بگیره، اصطلاحات رو نادیده بگیره. ما توی فارسی و همینطور تو انگلیسی گاهی اوقات به جای اینکه به اصطلاح یک جمله بسیار طولانی بگیم، یه اصطلاح خیلی ساده به کار میبریم و این اصطلاح مفهومش خیلی عمیق‌تر از اینه که ما بخوایم بیایم 2 پاراگراف در موردش صحبت کنیم. اینها همه جزئی از این. کسی که غیر حساسه این نکات رو در نظر نمیگیره. گوش دادن در کمین. خب این نوع گوش دهنده توجه خاص میکنه به سخنان گفته شده، ولی هدفش جمع‌آوری اطلاعات برای حمله. هدف اینه که این اطلاعات رو جمع کنه و بیاد و شروع کنه به حمله به سخنگوی. این نوع سخن به اصطلاح گوش دادن در کمین با این تفکر از لحظه اول گوش میده که چجوری میتونه به این حمله بکنه. صحبت‌های مثبت رو نادیده میگیره، فقط رو نکاتی که به اصطلاح از نظر خودش منفیه تمرکز میذاره و اطلاعاتشو جمع آوری میکنه و موقع صحبت کردن شروع میکنه به حمله. این یک نوع گوش دهنده است. گوش دهنده شیفته میکروفون و صحنه. این هم یه نوع گوش دهنده است. به طور کلی این گوش دهنده کاری با سخنان بیان شده نداره. چی گفته شد، چی نگفته نشد، چه مسائلی مطرح شد، بحث اصلا چی بود، کاری با این حرفا نداره. در حین صحبت سخنران داره فکر میکنه که چی میخواد بگه، یعنی ذهنش جای دیگه مشغوله، ذهنش مشغول جای دیگه است، چه کل سخنان گوینده رو نمیگیره اصلا. خب دوست داره که روی صحنه بیاد یا پشت میکروفون قرار بگیره و این نکته براش بسیار مهمه. خب شاید تو کانون هم ما این نمونه ها رو داشته باشیم یا خودمون یکی از اون نمونه ها باشیم، ولی به هر حال اینم واقعیه.
این گوش دهنده همیشه دنبال یه راهیه که بیاد در داخل صحنه به پشت میکروفون قرار بگیره. با مفهوم کلمات کار نداره، با مطلب کار نداره، موضوع به اصطلاح بودن روی صحنه هستش. گوش دادن درست چیه؟ گوش دادن درست منجر میشه به تصمیمات درست. اگر ما تمام سخنان رو گوش بدیم، مثبت و منفیش، بالا و پایینش، و تصمیمات درستری بگیریم. این چون بحثی توی مدیریت هست، گفته که گوش دادن درست کمک خواهد نمود که هر فرد ارتباط دهنده کامیونیکیتر بهتری باشه و مدیر مؤثرتری باشه. یعنی مدیری که گوش بده به سخنان کسایی که زیر دستش هستن، گوش دادن و بفهمه منظورشون رو گوش بده. با این طریق، با گوش دادن درست میتونی تصمیمات صحیح تری داریم. ما انواع متفاوت گوش دهنده داریم. هر گوش دهنده بر مبنای تواناییش، تجربهش، انگیزش، اطلاعات شنیده شده رو مورد تجزیه تحلیل قرار میده. در اول صحبت گفتم گوش دادن یه پروسه پیچیده است، به حالتهای سلامتی انسان، به حالت جسمی انسان، به تمرکز فکری انسان، به همه این نکات بستگی داره. یه نوع گوش دهنده رو اسمشو میذارن مثلا نان اکتیو یا غیر فعال، گوش دهنده غیر فعال. گوش دهنده غیر فعال، یکی دیگه گوش دهنده کند بهش میگن، یکی گوش دهنده بر مبنای دستور کار تعیین شده از قبل، یکی هم گوش دهنده فعال. گوش دهنده غیر فعال، ساکت بودن تنها به معنی گوش دادن نیست. فقط ساکت بودن به معنی گوش کردن نیست. این نوع گوش دهنده به طور فعال درگیر پروسه گوش کردن نیست. ذهنش مشغول به مسائل دیگه. همه ما تو این موقعیت ها بودیم که نشستیم و نگاه کردیم، سری هم نشون دادیم، لبخندی زدیم، ولی در واقع فکرمون، ذهنمون جای دیگه است. به طور مثال ممکنه طرف داره ارزیابی میکنه از سخنران، نه از کلمات سخنران. فرد سخنران که داره صحبت میکنه، من اصلا از قیافه این طرف خوشم نمیاد. درنچه وقتی همش تو فکرش اینه که از قیافه من خوشش نمیاد، توجهی هم به صحبت‌ها و بیان من نداره. تمرکزش روی قیافه منه، داره ذهنش داره ارزیابی میکنه که این کی بود دیگه حالا اومده اینجا داره صحبت میکنه. این در حال تفکر یا تو ذهنش داره فکر میکنه که در رابطه با این مبحثی که داره صحبت میشه من چی میدونم، اطلاعات قبلی من چیه، یا چه به اصطلاح چیزی دارم که من بتونم مثلا برم جواب بدم یا یه نکاتی رو مطرح کنم که این مثلا نتونسته مطرح بکنه. تو ذهنش تو اون لحظه دنبال مطالبی میگرده که دانش فردی خودشه در مورد اون مبحث، یا اصلا خارج از مبحث که روی مبحث دیگه ای داره. گوش دهنده فعال میشنوه ولی نه به طور کامل و مؤثر. به دنبال روشن شدن نکات مبهم بیان شده و تفسیر سخنان نیست در مجموع. غیر فعال رو نمیشنم. و غیر فعال. گوش دهنده غیر فعال. فعال گفتیم. ببخشید. او به دنبال روشن شدن نکات مبهم بیان شده و تفاسیر سخنان نیست.
بر مبنای اطلاعات محدود و کم خودش سخنان رو درک میکنه و میگیره. اگه تو بر مبنای درک محدود سخنان رو بگیری، تصمیم گیری ها هم بر مبنای اون درک محدود میتونه نادرست باشه. یعنی اگر از صحبت‌های کسی که داره صحبت میکنه فقط 5% رو بگیری و 95% رو نگیری، حالا نمیگم به خاطر بسپار، تو اون لحظه خب تصمیمی که میگیره در مورد اینکه آیا این فرد خوب بود نبود، سخنران خوب بود یا اصلا موضوع مورد علاقه بود یا نبود، این تصمیم گیری ها میتونه به تصمیم گیری های نادرست منجر بشه. به خصوص گفتم چون بحث در رابطه با مدیریته، این بحث ها توی مدیریت خیلی مطرحه. به سخنگو یا سخنان عدم علاقه به سخنگو یا سخنان مورد بحث باشه، گوش دادن غیر فعال، یا گوش دهنده با مشغولیت‌های ذهنی دیگه‌ای درگیر هستش. یه نوع دیگه، نوع دوم گوش دهنده، بهش میگن گوش دهنده کند. این گوش دهنده تنها به معنای لفظی کلمات توجه داره. به قول آمریکایی‌ها هینت، بادی جسچر، environment اینا رو نمیبینه، اینا رو با هم ربط نمیده، فقط روی کلمات توجه داره. توجهی به چارچوب سخنان، محیط، حرکات بدنی سخنگو، اصطلاحات بیان شده نداره. اصطلاحات، اکسپرشن که گفتم چطور. شعار این نوع گوش دهنده شعارش اینه که مهم نیست که طرف چی میگه، میشناسم طرف رو، مهم نیست چی میگه، میدونم. خب این از اول در واقع ذهن خودش رو آماده کرده برای اینکه لازم نیست گوش بده، چون میشناسه طرف رو و مهم هم نیست که اون چی میگه، چون یه بار دیگه هم صحبتاشو شنیدم، حالا یه بار دیگه ممکنه مثلا 4 سال پیش یه بحث دیگه‌ای شنیده، حالا در عرض این 4 سال شاید بحثا عوض شده، شاید این آدم تکامل پیدا کرده، شاید بحث دیگری است، ولی نه، اون از قبل قضاوتش رو کرده در مورد طرف. یه نوع گوش دهنده هم هست که دستور کار از قبل تعیین شده داره، تنها به بخش‌هایی از صحبت‌ها توجه میکنه که با یک دستور کار قبلی از قبل تعیین شده همخوانی داره، اون بخش مورد نظرش. غیر از اون دیگه توجهی به بقیه صحبت‌ها داره. این میتونه جهت تایید کامل یا طرد کامل سخنان و گوینده باشه. باز نمونه هاش رو ما تو کانون در عرض این 30 سال گذشته به طور متعدد دیدیم. گفتم خود من هم ممکنه از اینها باشم یا بودم یا باشم، هنوز هم باشم. این میتونه نمونه هایی رو که میزنم، مثلا یک سخنگو اومده اینجا صحبت کرده، طرفی رفته بدون اینکه سخن رو جنبه های مثبت و منفیش رو ارزیابی کنه و بگه که این بخش از سخنان شما از دیدگاه من مثبت بود، درست بود، این بخش فکر میکنم بسیار دارای نقایصیه که مثلا من نظرم این هست، حمله شدید رو میکنه به سخنران در رابطه با اون بخشی که مورد نظر خودشه، چون از قبل دستور کار تعیین شده به این سخنران با این مشخصات باید حمله کرد در این مجموعه، این از قبل تعیین شد. یا برعکس تایید کامل سخنران، همه ما دارای نکات مثبت و نکات منفی هستیم، سخنرانی ما، صحبت‌های ما هم همیشه این مجموعه هست. انسان اصلا این مجموعه است، مجموعه است از مثبت‌ها و منفی‌ها، نکات مثبت و منفی. بنابراین یا میاد به طور کامل به اصطلاح فرد رو از یک انسان عادی تبدیل میکنه به یک پیامبر آسمانی و میگه این شما اصلا از جای دیگه اومدین، از روی زمین نیستید. یا تایید کامل فرد
یا طرد کامل فرد. این باز به مفهوم اینه که تمام پیام گرفته نشد. گوش دهنده فعال، گوش دادن فعال احتیاج به کار و تمرین مداوم داره. گفتم همه ما نیاز به این تمرین داریم. هیچ کسی نیست که بی نیاز باشه از این تمرین. بیان مجدد مفهوم پیام سخنگو به زبان خیش، این رو توی اصطلاح توی دانشگاه ما میگیم که شاگرد که میخواد ریسرچ پیپر بنویسه، پیپرهای تحقیقی بنویسه، میگیم تو پیپرهای تحقیقی، مهداد اونجاست میدونه رایت؟ میگیم که پیپرهای تحقیقی شما وقتی از یه منبعی استفاده میکنید که این منبع رو بیارین توی نوشتتون، 3 نوع میتونین از این منبع استفاده کنید. یا به قول اینا شورت کد، کدهای کوتاه از اون نوشته بیارین که کمتر از 40 کلمه هست و بگین منبعتون چیه، سورستون چیه، چه سالی این سورس پابلیش شده. اینو بهش میگن شورت کد، کمتر از 40 کلمه. یا لانگ کد میگن توی چیز کدهای بیشتر از 40 کلمه هست که اونو به صورت یه پاراگراف جداگانه می‌نویسید با یه فرمت خاص. سومین نوع کار تحقیقی بهش میگن پرافریزینگ. پرافریزینگ به این مفهومه که تو یک پاراگراف رو میخونی، خودت دقیقاً میخونی، میفهمیش و بعد با نوشته خودت اون رو مینویسی، با کلمات خودت اون پاراگراف رو مینویسی، ولی در این حال میگی که منبع اصلی تفکر تو کی بوده، از کجا بوده. میگی که منبع تفکر من مثلا کتاب مثلا منیجمنت جانسون بوده سال 2010، ولی نشون میدی که پرافریز کرد، یعنی کلمات توست ولی مفهوم از اونجا گرفته شده. یه چیزی که کمک میکنه به گوش دادن فعال همین مسئله پرافریزینگه. یعنی وقتی سخنگو صحبتی میکنه و مثلا من متوجه نمیشم صحبتش رو و واقعا برام مهمه که بفهمم، وقتی میام اینجا بگم این بخش صحبتی رو که شما کردین من اینجوری فهمیدم، آیا درست فهمیدم اینو یا اینکه نه شما منظورتون چیز دیگه ای بود. پرافریزینگ، بیان مجدد مفهوم پیام سخنگو به زبان خویش یا به نوشته خویش، جوری که بخوایم بدونست. دادن تفاصیلی که به سخنگو کمک نماید. اگر هدف بالا بردن سطح دانش و آگاهی همگانی است، تفاصیلی باید داده بشه که سخنگو کمک بگیره ازش و بتونه این رو توی بحث آیندهش جایگزین کنه. بیاد مطرح کردن سوالهای مناسب. سوالهای مناسب کمک میکنه به گوینده، کمک میکنه به جمع که درک مطلب رو بهتر کنه. اینها نکاتیه که میتونه به ما کمک کنه که گوش دهنده فعال و مؤثرتری باشه. اصلا چرا من این بحث رو آوردم؟ چرا این بحث به نظر من مهم بود و چرا آوردمش در داخل کارو؟ همون نشد بابا. گوش بدید، لطفاً گوش بدید. من معتقدم که کانون مرکزیه که ما سالها داریم ازش یاد میگیریم، توش کار میکنیم و ازش یاد میگیریم. کانون نمونه یک اجتماع کوچکیه از جامعه ایران، مجموعه‌ای از بینش‌ها، نظرات، تفکرات آدم‌هایی که
با بینش‌های متفاوت تو این مجموعه کار میکنن. مثل اینکه ما تو ایران باشیم باید با آدم‌هایی که با تفکرهای متفاوت هستن زندگی کنیم، تماس داشته باشیم و بریم جلو. توی به اصطلاح بخش مطالعاتی که من روی بخش دکترام کردم، اسمش از رشته‌ام هست Organizational Leadership، ترجمهش ممکنه بشه رهبری سازمانی. توی این کلاس ها و کورس ها انواع و اقسام سازمان ها رو مورد بررسی قرار میدن. از سازمان هایی که به اصطلاح حرفه‌ای هدفش پول درآوردن، سازمان های تحصیلی و سازمان های دیگه. من شخصا علاقم روی سازمان های غیر انتفاعی، من تمرکزم روی سازمان های غیر انتفاعی است که چطور سازمان های غیر انتفاعی میتونن سازمان های پروداکتیو باشن، تولید کننده باشن. خب من دسامبر 2008 یه بحث اینجا داشتم، دسامبر 2008 اسمش این بود سازمان‌های یادگیرنده با آینده‌ای درخشان. آیا کانون دوستداران فرهنگ ایران چنین سازمانی است؟ سوال من بود اون موقع بحث کردم. 2008 5 سال پیش تقریبا در این موقع. چند تا نکته که جالب گفته بشه در این مورد این بود. از کنفرانسی اسم بردن که تو سال 1994 کسانی که این به اصطلاح لرنینگ ارگانیزیشن رو کنفرانسی میخواستن بذارن برگزار کرده بودن و شعاری در سر در کنفرانس نوشته بودن و قبل از اینکه آدم ها بیان تو اون سر در کنفرانس نوشته بودن Leave your egos at the door. Leave your egos at the door. ترجمه تحت لفظیش من نمی‌کنم. ولی یه اصطلاح خوبی ما تو فارسی داریم که میتونیم اون رو در نظر بگیریم که شبیه این هست. افاده خود رو زیر پا بذار. وقتی تو سازمان‌های غیر انتفاعی با مشخصات قانون کار می‌کنیم، افاده رو زیر پا بذار. حالا میگم مفهوم این چیه در مجموعه قانون. اون موقع گفتم قانون یه سازمان یادگیرنده، سازمان‌های یادگیرنده سازمان‌های جهت مکالمات. امروز ما داریم مکالمه می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. عملیات مشترک با برنامه یه ویژگی سازمان یادگیرنده است. سازمان یادگیرنده یعنی سازمانی که از حرکات روزمره خودش یاد میگیره و قدم‌های بعدیشو بر مبنای تجربه‌ای که از اون نکات مثبت و نکات منفی گرفته میبره جلو. یادگیرنده است. به مفهوم این نیست که educational organization. همه سازمان‌ها میتونن سازمان‌های یادگیرنده باشن. چه سازمان‌های انتفاعی، چه سازمان‌های غیر انتفاعی. تو این سازمان‌های یادگیرنده آدم‌ها باید حرف‌های دل خودشون رو بدون ظاهرسازی جهت ایجاد ارتباط با یکدیگه با توجه به روح دیالوگ که همون به معنی حرکت از میان هست رو بیان کنیم. مکالمه تو این نوع سازمان‌ها جهت ارتباط، ابداع و همکاری‌های مشترکه. تو سازمان‌های غیر انتفاعی نظیر قانون ما مکالمه داریم برای ارتباط و برای ایجاد پدیده‌های جدید و همکاری‌های مشترک. اگر افراد تونستن با این شیوه با هم گفتگو کنن، اگر تونستن با این شیوه به هم دیگه گوش بدن، میتونن واقعیات جدید رو به عمل بیارن و در عمل پیاده بکنن. تو سازمان‌های یادگیرنده آدم‌ها صبور هستن. چی هستن؟ صبور هستن.
صبر دارن، پی درک عمیق‌تر مشکلاتن تا حل سریع عوارض مشکلات. سازمان‌های یادگیرنده در مقابل سازمان‌های سنتی تولید کننده است، انعطاف پذیره، قابلیت انعطاف پذیری داره، میتونه خودش رو تغییر بده و تکامل بده. افراد درون این سازمان‌ها به علت تعهدشون، آزادی درونشون و توانایی‌هاشون در حل مشکلات پیچیده حیات سازمان رو نه در سکون، استابیلیتی، بلکه در پروسه دینامیک توازن بین حفظ و رد می‌بینن. توازن بین حفظ و رد، حفظ یک سنت و رد یک سنت و جایگزینیش با سنت‌های دیگه. حفظ و رد اعتقادات، تصورات، حتی قطعیات، چیزی که قطعیات بوده یه زمانی به عنوان پرینسیپال اصلی بوده، میتونه مورد سوال قرار بگیره. هیچ چیز قطعی و ابدی نیستش، میتونه تغییر پیدا کنه. حفظ و رد اعتقادات، یک سری اعتقادات قابل قبول میپذیریم، حفظش میکنیم، یک سری اعتقادات قابل قبول نیست یا با شرایط امروز ما نمیتونه، ردش میکنیم، جایگزینش میکنیم با چیزهای جدید. تو این نوع سازمان‌ها، توی سازمان‌های یادگیرنده، افراد اون چی رو که میدونند در مرحله دوم اون چی رو که میتونن یاد بگیرن قرار میگیره. این نیست که من همه چیز را میدانم و چیز دیگه ای نیست که یاد بگیرم. همیشه یادگیرنده است تو این نوع سازمان‌ها کسانی که دارای این اتیتود، این ویژگی باشن در درون سازمان‌های یادگیرنده. نظیر کانه پاسخ‌های ساده انگارانه همیشه کم اهمیت تره از سوالات عمیق در درون این مجموعه. چنین توانایی‌هایی، اگر سازمانی میخواد چنین توانایی‌هایی داشته باشه، به دیدگاه آینده نگر احتیاج داره. میگن ویژن. سازمان تو what is the vision of your organization? Right? صبر، patience، حوصله، compassion، شهامت، courage. سازمان یادگیرنده باید این ویژگی ها رو داشته باشه. باید ویژن داشته باشه، باید میشن داشته باشه و باید با صبر و با درایت عمل کنه. چه نوع سازمانی میتونه سازمان یادگیرنده باشه؟ رهبری این سازمان ها به طور جمعی است، نه به طور فردی. چنین رهبری به طور یقین یک رهبری مجموعه‌ای است، رهبری جمعی، نه یک رهبری فردی. توی پروسه یادگیری یک سری موانع وجود داره، یک سری مشوق‌ها وجود داره. موانعی که وجود داره در پروسه یادگیری که بحث امروز ما در مورد شنیدن یک نمونه ای از این مسئله یادگیری است. موانع متعددی وجود داره. ترس از این که من بیام و حرفی بزنم و این حرف درست نباشه. این یه حالت ترس ایجاد میکنه. خب اگر ما اشتباه نکنیم که به طور طبیعی هیچ وقت یاد نمیگیریم. ما همیشه از اشتباهاتمون یاد میگیریم. درسته؟ مثال خوبی هست که مثلا من زیاد نه ولی یه مقدار زیادی مثلا تیکت گرفتم از ترافیک. خب از این اشتباهاتم یاد گرفتم. ولی آقای دکتر پارسا در عمرش یه دونه تیکت هم نگرفته. رانندگی نمی‌کنه. خب یعنی عمل نمی‌کنه، بنابراین تیکت هم نمی‌گیره. پس ترس
به مفهوم اینه که اگه تو عمل نکنی یاد نمیگیری. باید پا رو بذاری جلو، پا رو بذاری تو میدون، اشتباه بکنی. خود اشتباه کردن مهم نیست، یادگیری از اشتباه مهمه. یعنی اشتباه میکنیم ولی اگر ما سازمان یادگیرنده هستیم یاد میگیریم، یه قدم میذاریم جلو. انتقاد، ترس از انتقاد. اگر من بیام حرفی بزنم دیگران به من انتقاد میکنه، مهم نیست. اونم یه موانعیه که ممکنه یه در رو واداره از اینکه نیان حرف دلشون رو نزنن. آیا حرف من درسته یا نه؟ اینم یه عامل مانع است. عدم اعتماد فردی و قضاوت دیگران در مورد من چه فکر خواهند کرد اگه من بیام چنین حرفی رو بزنم. اینا مهم نیست. اینا پروسه یادگیری است. پروسه یادگیری مشوق‌ها چیه؟ سوالات خاص یادگیریه و حرکت در جهت یادگیری. حالا من بعد از 5 سال میگم کانون، اون موقع من سوال کردم. کانون یه سازمان یادگیرنده است، علامت سوال. امروز میگم که بله هست، دستاوردهاش رو میگم، ولی خود این یه بحث بزرگیه که امیدوارم در یه فرصت دیگه‌ای به طور عمیق‌تری انجام بدیم. دستاوردهای کانون چیه در حال حاضر؟ کانون موفق شده کار و تصمیمات گروهی رو جایگزین کار و تصمیمات فردی بکنه. 10 سال پیش ما تلاش این داشتیم که یه دونه کمیته درست کنیم و نمیتونستیم. امروز مشکل کمیته نداریم. کمیته های ما 25 نفر 30 نفر تو کمیته سخنرانی گاهی شرکت میکنه. کمیته روابط عمومی 15 نفر شرکت میکنه. یعنی یک قدم رو ما پشت سر گذاشتیم. دیگه مشکل این نیست که ما آیا کار جمعی باید بکنیم یا نه هست. مشکلات دیگه‌ای هست که به موقع به هر حال اگه فرصتی شد صحبت می‌کنیم. ولی اون رو پشت سر گذاشتیم. یعنی ما کار و تصمیمات گروهیمون رو جایگزین کار و تصمیمات فردی کردیم. خیلی از دوستانی که قدیمی‌ترن ممکنه یادشون باشه در گذشته کسانی بودن که مثلا ما تو بیرون از کانون میشنیدی که فلانی به من گفته که تو بیا مثلا صحبت کن، من صحبت میکنم. بعد سوال میکرد خب فلانی کیه؟ فلانی خب عضو کانونه. ولی عضو کانون که خودش تنهایی نمیتونه تصمیم بگیره که فلانی بیاد صحبت کنه یا نه، یه مجموعه‌ای باید تصمیم بگیرن. ولی اون موقع چون کار جمعی نبود، کار فردی بود، بله یه عنصر میتونست بگه که بیا من ترتیبش میدم، من میام درستش میکنم. ولی امروز این مسئله نیست. امروز کار جمعی است با همه ضعف‌ها و نواقصش. نمیگم همه چیز پرفکت عالیه. گذاشتن افاده به زیر پا، ما این کار رو کردیم. چجوری کردیم این کار رو؟ من مثال میزنم براتون. من توی سازمان‌های به اسم مال کانتی، مونتگومری کانتی هستم که اکثرشون یا مال میدل ایست هستن یا بخش‌های دیگه‌ای هستن که اکثرشون آمریکایی هستن. توی اون سازمان‌ها من نمونه میزنم. به محض اینکه کسی به فرض چیر اون کمیتی بوده، به محض اینکه انتخابات جدید شده و آدم‌ها کس دیگه رو انتخاب کردن به عنوان چیر، اون طرف دیگه نمیاد. یعنی مجموعه کار براش مهم نیست، مهم اینه که خودش چیر اونجا باشه. و این هیچ ربطی هم نداره بگیم ایرانی ها چنینن. نه، من صحبت از آمریکایی ها و غیر ایرانی ها دارم میکنم. اگر مسئولیت یه بخشی بوده و کس دیگه اون مسئولیت رو گرفته، طرف دیگه ول کرده نیامد. من میگم اون آدم ها هنوز یاد نگرفتن توی سازمان های غیر انتفاعی، تو سازمان های سیویل سوسایتی چجوری کار بکنن. اونا افادهشون زیر پا نذاشتن. اینجا
ما گذاشتیم. چرا؟ بشمرین آدم هایی رو که امشب اینجا هستن، سالها تو هیئت مدیره بودن و الان نیستن، ولی اینجا هستن، بودن و هستن. خیلی جالب بود که این به ذهن من اومد. درست شب بعد از انتخابات که داشتیم و رفتیم به رستوران نشستیم، من متوجه شدم که 3 خواهران وکیلی که 3 تاشون عضو هیئت مدیره بودن و تو انتخابات جدید دیگه به هر حال نیستن عضو هیئت مدیره، تو رستوران اومدن، هر 3 تاشون هم رفتن توی کمیته نشستن دارن کار میکنن. گفتم این جالبه، اصلا مهم نیست که من عضو هیئت مدیره بودم و امروز نیستم، مهم کار جمعی است، کار نشستن تو این کمیته است که باید بره جلو. شکوفه مثلا همون برنامه کاری رو که خودش مسئول بود انجام میداد هنوزم داره انجام میده طبق اون قرار، یعنی در واقع کمک میکنه به فرد جدیدی که اومده جاشو گرفته. من میگم ما تونستیم تا مقدار زیادی افاده هامون رو زیر پا بزنیم. رهبری گروهی هیئت مدیره به جای رهبری یک مدیر یا پرزیدنت، چارچوب و استراکچر کانون در گذشته رو من مقایسه نمی کنم، ولی امروز ما مدیر نداریم، پرزیدنت کانون ما نداریم، ما هیئت مدیره داریم. یعنی مجموعه ای از آدم هایی که کار مشترک میکنن تا بره جلو، این مسئله بره جلو. ما تونستیم فرهنگ گفتاری رو با فرهنگ نوشتاری تو کانون عوض کنیم. 10 سال پیش این تلاش بود که به جای گفته ها، هی گفته ها یه مقدار این گفته ها نوشته بشه. امروز تمام کمیته های ما دستور جلسه دارن. دستور جلسه نوشته میشه، تایپ میشه، فرستاده میشه برای تمام افراد و ثبت میشه. تهیه و حفظ مدارک نوشتاری جهت عدم تکرار و ثبت در تاریخ، اینها این مدارکی که موجود هست و آرشیوش موجوده و حفظ خواهد شد. اینها نکات برجسته دستاوردهای قانونه که من مثال زدم. آیا این به این مفهومه که ما دارای نکات ضعف نیستیم؟ گفتم نکات ضعف زیادی هست که جاش بحث دیگه است. من فکر میکنم حیات بیشتر از 30 ساله کانون رو باید مدیون این باشیم که تونسته کانون یک سازمان یادگیرنده باشه. سازمان ها به وجود اومدن و رفتن، احزاب به وجود اومدن و رفتن تو آمریکا، تو اروپا، تو تاریخ ایران. دلیل اینکه 30 سال کانون تونسته باقی بمونده، در یک پروسه حرکت کانون تفکر درست جایگزین تفکر گذشته شده و تونسته این مجموعه رو حفظ کنه و این تفکر به نظر من این نکاتی که من ذکر کردم. خب ما امشب چی گفتیم؟ خلاصه مطالب بیان شده. ما تفاوت بین شنیدن و گوش کردن یا گوش دادن رو گفتیم. 4 مرحله گوش کردن رو اسم بردیم ازش: توجه کردن، درک کردن، پاسخ دادن و به خاطر سپردن. موانع متعددی وجود داره جهت گوش کردن و در نتیجه این موانع ارتباطات و پاسخهای مؤثر نمیتونیم بگیریم اگر گوش ندیم. ما انواع متفاوت گوش دهنده رو در نظر گرفتیم: غیر فعال، کند، گوشنده‌ای که دستور کارش از قبل تعیین شده و فعال. فکر می‌کنم همه ما نیاز به گوش دادن فعال داریم و این به آگاهی و کار تمرین مداوم نیازمند. با سپاس.